سلام به همگی. یه مبحثی رو اینجا میخوام مطرح کنم تحت عنوان پایان جغرافیا، یا چیزی که به عنوان مرگ جغرافیا هم ازش یاد شده. در دهه‌های پایانی قرن بیستم گسترش اینترنت و جهانی شدن‌های سریع و همینطور رشد فزاینده فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث شد تا کم کم مباحثی شکل بگیره، مثل غلبه انسان بر زمان و مسافت، چیزی که تعبیر میشد به فشردگی زمان و فضا. یعنی انسان میتونست مسافت‌های طولانی رو در زمانهای کم طی بکنه. و در نهایت ایده مارشال مکلوهان تحت عنوان دهکده جهانی مطرح شد که جهان رو به صورت دهکده میدید که چقدر جوامع به هم دیگه نزدیک شدن، و این باعث شد تا بحث پیروزی تکنولوژی و پایان جغرافیا، یا چیزی که به عنوان فناوری میگفتن موجب شکست قوانین جغرافیا شده و پایان جغرافیا فرا رسیده، این مباحث مطرح بشه. شاید آزمایشگاه اثبات این قضیه سال 1999 بود که جنگ‌های داخلی در یوگسلاوی قدیم شدت گرفته بود، به خصوص در صربستان بر علیه کوزوو، و اخطارهای بین المللی جواب نداد و در نهایت ناتو به رهبری ایالات متحده امریکا اومدن و یه عملیات هوایی رو بر علیه صربستان انجام دادن. چیزی حدود 9000 کیلومتر رو هواپیماهای B-2 و استیلت ایالات متحده امریکا پرواز کردن، از اقیانوس اطلس رد شدن و اومدن و مواضع سرب‌ها رو بمباران کردن بدون اینکه نیاز به فرود داشته باشن. البته که پایگاه زمینی اونها در ایتالیا و همینطور ناوهای هواپیمابرشون در دریای آدریاتیک هم به این مسئله کمک کرد، ولی در نهایت باعث شد که حتی بدون دادن یک تلفات صربستان رو در جنگ شکست بدن و این مسئله پیروزی تکنولوژی و جغرافیا خیلی پررنگتر مطرح بشه. حالا ما میخوایم ببینیم که آیا واقعا این اتفاق افتاده یا نه. میشه موارد نقض این رو هم آورد که جغرافیا همچنان به حیات خودش ادامه میده و قدرت خودش رو حفظ کرده. شاید یکی از مثال‌ها که اینجا بتونیم بزنیم مثال افغانستان باشه. ببینید افغانستان در قرن 19 چندین بار با ابرقدرت اون زمان که بریتانیای کبیر بود درگیر شد و اون کشور رو وادار به تحمل خسارت‌های سنگین و تلفات زیاد کرد و در نهایت بریتانیا از افغانستان خارج شد. چرا؟ به خاطر جغرافیای خاص افغانستان و این کوهستانی بودن اون که تسلط دشمنان رو بر اونها خیلی سخت و پرهزینه میکرد. شاید اگر پیروزی هم بود، پیروزی بدتر از شکست باید اسمش رو بگذاریم. یا بعدتر موقعی که اتحاد جماهیر شوروی در سال 1979 ارتش سرخ برای حمایت از کمونیست‌های داخل افغانستان وارد این کشور شد، یه جنگ 10 ساله رو اینجا انجام داد و در نهایت در سال 1989 میتونیم بگیم با شکست و تلفات و هزینه‌های زیاد اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان خارج شد. بعضی‌ها یکی از دلایل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رو همین جنگ پرهزینه در افغانستان میدونستن. یا مورد متأخرتر اون موقعی که در سال 2001 ایالات متحده امریکا در تلافی عملیات 11 سپتامبر اومد و از طالبان خواست که نیروهای القاعده رو تحویل اونها بدن، که این کار رو نکردن و در نهایت در سال 2001 به افغانستان حمله کرد. خب 20 سال این کشور رو در اشغال خودش داشت، هزینه‌های خیلی فراوانی رو انجام داد که بتونه این کشور رو حفظ بکنه، یا یک نظام سیاسی لیبرال دموکرات رو که
نزدیک به جهان غرب باشه توی این کشور سر کار بیاره. ولی در نهایت در سال 2021 با صرف هزینه‌های زیاد که هزینه امریکا رو در افغانستان و عراق بالغ بر 14 تریلیون دلار میدونن، یعنی روزی 2 میلیارد دلار در این کشور هزینه کرد، بالاخره از افغانستان خارج شد و کوههای تورا بورا یا غارهای مخفی که اونجا وجود داشت باعث شد که با وجود اینکه امریکا از بمب‌هایی مثل بمب‌های سنگرشکن استفاده کرد، نتونست بر طالبان غلبه قطعی پیدا بکنه. این هم یکی از مواردی هست که میتونیم در نقض این گزاره ما بیاریم. اگه برگردیم به این نقشه، روسیه میتونه یکی از موارد دیگه ای باشه که با وجود پیشرفت تکنولوژی جغرافیا همچنان قطعی هست و پایدار هست و قدرت خودش رو به رخ میکشه. روسیه فرق نمیکنه در کدوم دوره بوده، در دوره تزارها باشه، در دوره کمونیست ها باشه 1917 تا 1991 و یا در دوره روسیه پوتین، روسیه بعد از کمونیست ها باشه، در چنبره شرایط جغرافیایی گرفتار اومده. یعنی ما اقیانوس منجمد شمالی رو داریم که در شمال روسیه هست و همینطور در نواحی شمال شرق و شرق اون کشور و باعث شده که آبها بیشتر اوقات سال یخزده باشن و روسیه امکان برخورداری از یک نیروی دریایی خوب رو که بتونه بر جهان مسلط بشه رو نداشته. در مناطق غربی اون خب میبینیم به آبهای آزاد دسترسی داشته، ولی بسیار سخت و محدود. مثلا اینجا در دریای بالتیک میبینید که باید بیاد از بین این کشورها عبور بکنه تا بتونه خودش رو با آبهای آزاد برسونه. کشورهایی که عموماً جزو متحدین اون نیستن، جزو پیمان ناتو قرار دارن و جزو رقبا و یا مخالفین اون قلمداد میشن. یا اگر دریای سیاه رو در نظر بگیریم که اینجا از طریق دریای آزوف بیاد و با وارد دریای سیاه بشه، اون موقع باید بیاد از تنگه بوسفور و داردانل اینجا عبور بکنه که در اختیار کشور ترکیه قرار داره که ترکیه خب عضو ناتو هست. بعد وارد آبهای یونان و ترکیه میشه، وارد آبهای مدیترانه میشه و در نهایت برای عبور از اینها باز هم نیازمند عبور از تنگه هایی هست که در اختیار امریکا و یا متحدین اون قرار داره، مثل اینجا تنگه جبل الطارق و یا عبور از کانال سوئز. یعنی روسیه همچنان در چنبره شرایط سخت طبیعی خودش گرفتار اومده و نتونسته راههایی پیدا کنه. یه مسئله دیگه ای که میشه بهش اشاره کرد بی‌دفاع بودن روسیه هست در نواحی غربی. ببینید اینجا دشت اروپای شمالی، جلگه اروپای شمالی هست که تداوم داره تا کوههای اورال. ما کوههای تپه‌های خیلی کم ارتفاعی رو دیگه اینجا میبینیم با توجه به رنگ اونها. اینجام که مسکو پایتخت کشور قرار داره. خب این جلگه اروپای شمالی که از حوالی فرانسه و مرزش با بلژیک و هلند شروع میشه، میاد آلمان شمالی رو در بر میگیره، کل لهستان رو و در نهایت میرسه به روسیه. اگه دقت کنید مثل یک برش پیتزا میمونه اینجا، مثل یک برش پیتزا هست که رأسش به سمت اروپای غربی هست و قاعدش به سمت روسیه. میبینید که اینجا حدود 500 کیلومتر عرض داره و در انتها نزدیک کوههای اورال به بیش از 3000 کیلومتر میرسه و اینجا بی‌دفاع است. این مشکلی بوده که تمام حکومت هایی که بر روسیه فرمان راندن، از تزارها تا بلشویک ها و خود پوتین، میبینید که باش درگیر هست و نمونه اخیر اون وقتی که این خطر رو احساس کرد که احتمال داره اوکراین بیاد و
عضو ناتو بشه، خب موجودیت روسیه دیگه به خطر میافتاد و به این خاطر بود که حمله پیش دستانه ای رو بر علیه اوکراین انجام داد که هنوز هم درگیر این نبرد هست. پس میبینیم با وجود تغییرات تکنولوژیکی شرایط جغرافیایی همچنان پایدار موندن. ما حمله های متعدد رو داشتیم، مثلا حمله که سوئدی ها در گذشته انجام دادن، قرن 19 رو در نظر بگیریم، 1812 که ناپلئون بناپارت حمله کرد به روسیه در دو جنگ جهانی اول و دوم 1914 و 1941 آلمانی ها بودن که حمله کردن، از طریق همین دشت اروپای شمالی حمله کردن. و یا حتی در میانه قرن 19 جنگ های کریمه که 1853 تا 56 بریتانیا فرانسه در همراهی با عثمانی از همین محدوده، از همین حوالی کریمه و اوکراین به روسیه حمله کردن. یعنی یک جای آسیب پذیر هست برای قدرت هایی که در روسیه هستن. یک نمونه دیگه از شرایط پایداری که میتونیم، شرایط پایدار جغرافیایی که میتونیم مثال بزنیم، مورد چین هست. ببینید چین و هندوستان دو تا کشور هم بزرگ هم پر جمعیت جهان هستن. دو تایی با هم دیگر کدوم حدود 1.5 میلیارد نفر جمعیت دارن. درسته که چند ماهی هم هست که ترکیه جمعیتش هند جمعیتش بیشتر شده از چین و پیشی گرفته و رتبه اول رو داره. با هم دیگه چیزی حدود 3 میلیارد نفر یا 40% از جمعیت جهان رو در خودشون جای میدن. اختلافات فراوانی هم دارن، اختلافات مرزی و ارضی فراوانی رو دارن. مثلا اینجا اقصای چین هست که تصرف شده توسط چین ولی مورد ادعای هند هم هست، یا آروناچال پرادش هند که در اینجا قرار داره و تصرف شده و مدیریت شده توسط هند هست ولی مورد ادعای چین قرار داره. چه عاملی باعث شده که وجود این اختلافات فراوان ارضی و مرزی تنش و درگیری رو بین دو کشور کم کرده؟ یعنی که این دو تا کشور کمتر سراغ درگیری با هم دیگه رفتن. تنها عاملی که میتونیم بهش اشاره بکنیم کوههای بلند و مرتفع هیمالیاست که اینجا قرار گرفته. این کوهها بلندترین کوههای جهان هستن. اورست رو داریم و بقیه ملل مرتفع جهان رو. درسته که دو تا کشور بوتان و نپال رو به عنوان کشورهای حائل بین این دو قرار دارن ولی تو مناطق متعدد اینا با هم دیگه هم‌مرز هستن. وجود این رشته کوه بلند عامل درگیری بین این دو رو کم کرده. ما در مثلا یکی از آخرین درگیری‌هایی که صورت گرفت در سال 1984 بود، جنگ در ارتفاع 6700 متری به وقوع پیوست. اگه بخوایم با ایران مثال بزنیم، ما دماوند رو بیش از 5600 متر ارتفاع مثال بزنیم، یعنی جنگ در ارتفاعی بالاتر از 1100 متر از قله دماوند به وقوع پیوست. مشخصه که شرایط جنگ چقدر سخته و بهتره بگیم بعید، امکان پذیر نیست که اینا راحت بتونن با هم دیگه درگیر بشن. پس می‌بینیم شرایط جغرافیایی خودشون رو بر تکنولوژی دیکته کردن. یا این قسمت رو اگر در نظر بگیریم که فلات تبت و خود تبت قرار داره که چین اومده و تصرف کرده، خب به این خاطره که برای چین خیلی اهمیت داره رودهای اصلی و مهم کشور چین، مثل رودخانه یانگتسه، مثل هوانگو یا رودخانه زرد، رودخانه مکونگ، همشون از این قسمت از فلات تبت سرچشمه میگیرن و این چین رو تشویق کرد تا پس از استقلال خودش بعد از جنگ جهانی دوم بیاد و این مناطق رو تصرف بکنه، در حالی که هندوستان هم به تبت نظر داره. میبینیم که شرایط جغرافیایی همچنان پایدار موندن و اهمیت خودشون رو حفظ کردن. مورد دیگه‌ای که میتونیم مثال بزنیم در اهمیت شرایط جغرافیایی قاره آفریقا هست. به قول جرد دایموند
نویسنده کتاب‌های میکروب و فولاد، با وجود این که قاره آفریقا منشأ و خاستگاه انسان هوشمند بوده در 200,000 سال قبل، ولی چنان که باید توسعه پیدا نکرده، پیشرفت پیدا نکرده. قاره آفریقا در چنبره صحرای بزرگ آفریقا، اقیانوس اطلس و اقیانوس هند اینجا، اقیانوس اطلس در اینجا گرفتار اومده و پیشرفت چندانی رو نکرده. با وجود اینکه رودخانه‌های متعددی رو قاره آفریقا داره، ولی این رودخانه‌ها هر از گاهی، هر از چند کیلومتری یک آبشار دارن و به این خاطر امکان حمل و نقل آبی، امکان نفوذ به داخل قاره آفریقا به سختی فراهم میشه. وجود بیماری‌های متعدد مثل پشه مالاریا، تب زرد، مگس تسه در داخل جلو توسعه و پیشرفت رو گرفته. وجود جنگل‌ها، مرداب و عدم امکان کشت برنج و گندم و عدم امکان اهلی کردن حیواناتی که تو قاره آفریقا وجود دارن مثل زرافه و کرگدن و غزال باعث شده که نتونن مثل قاره‌های دیگه راحت حیوانات رو اهلی بکنن و گسترش پیدا کنن، غذای خودشون رو فراهم بکنن. به این خاطر می‌بینیم شرایط جغرافیایی همچنان اهمیت خودشون رو در این قاره حفظ کردن و جلو گسترش این کشور رو، این قاره رو گرفت. اگه بخوایم یک قاره رو مثال بزنیم که نقض آفریقا باشه یا متضاد آفریقا باشه، میتونیم به قاره اروپا اشاره کنیم. دنیای مدرن ما از دل اروپا بیرون اومده. اروپا زادگاه عصر روشنگری بوده که خودش به انقلاب صنعتی تو این قاره منجر شد که دنیای فعلی ما رو ساخته. می‌بینیم که تو قاره آفریقا جریان گلف استریم که از خط استوا ادامه داره و میاد به اروپا، به سواحل اروپا، باعث میشه که آب و هوای مناسبی رو پیدا کنه اروپا، بارش‌هاش خیلی فراوان بشه، خاک حاصلخیز داشته باشه و همه اینا دست به دست هم دیگه میدن و باعث میشن که میزان محصول رو افزایش بدن. ما مازاد محصول رو داشته باشیم که کمک میکنه به افزایش جمعیت، به تراکم بیشتر جمعیت در اروپا. دما در تابستان و زمستان میبینیم که اروپا مناسب است، مثلا در زمستان اونقدر سرد نیست که جلو کار کردن افراد رو بگیره، ولی در این حال چنان سرد هست که آفت‌ها و بیماری محصول رو از بین ببره. خود افزایش غذا، افزایش محصول، مازاد محصول باعث شد که مبادله غذا به وجود بیاد، تجارت در اروپا شکل بگیره و تجارت خب بازار رو به وجود آورد. بازار سنگ بنای شهرها رو ایجاد کرد و افراد چون فارغ می شدن از کار کردن، فقط برای به دست آوردن غذا زمان اضافی رو داشتن برای اینکه فکر بکنن، فناوری تولید بکنن. اروپا می بینیم که شرایط طبیعیش به گونه‌ای هست که بیابان رو نداره، حوادث طبیعی مثل زلزله، آتشفشان یا سیل‌های مثلا مخرب به ندرت درش اتفاق میفته. عموم رودخونه‌هایی هستن که برعکس آفریقا مسیرهای صاف و هموار رو طی میکنن و امکان کشتیرانی درشون وجود داره، امکان حمل و نقل وجود داره. این رودخونه‌ها در عین حال سرزمین‌ها رو از همدیگه جدا نگه می داشتن، هر کدوم حوزه نفوذ اقتصادی خودشون رو داشتن و باعث می شدن که شهرهایی در کنار اونها به وجود بیاد که بعدها حالت پایتخت رو یا شهر مهم اقتصادی رو پیدا کنه. مثلا اگر رودخونه دانوب رو نگاه کنیم و مسیری که طی میکنه تا بیاد به دریای سیاه بریزه در این مناطق، میبینیم که مرز کشورهای مختلفی رو تشکیل میده. مثلا مرز اسلواکی و مجارستان رو در اینجا تشکیل میده، یا اینجا مرز صربستان رو با کرواسی تشکیل میده. همینطور در قسمتی از مسیر خودش مرز صربستان و رومانی رو به وجود میاره و در نهایت مرز
رومانی و بلغارستان تا اینکه بیاد و به دریای سیاه بریزه. میبینید که خب این جدایی رودخونه ها باعث میشده تقاسم بین کشورها رو کمتر بکنه، سرزمین ها رو جدا از هم نگه داره، در عین حال امکان کشتیرانی رو فراهم بکنه و باعث بشه که اروپا توسعه پیدا بکنه، انقلاب صنعتی درش اتفاق بیفته و مواردی از این دست. در نهایت نتیجه‌ای که من میخوام بگیرم از این مباحث این هست که میشه گفت که یه نوعی زندان هست، زندانی که تعریف میکنه ملت ها چی هستن، چی میتونن باشن، زندانی که رهبران جهان همیشه برای رهایی از شرایط سخت اون نیاز به تلاش بودن، تلاش میکردن تا از این شرایط سخت خودشون رو و کشورشون رو نجات بدن. همونطوری که در مورد روسیه من مثال زدم که همیشه رو به غرب حرکت میکرده، رو به سمت غرب حرکت میکرده، پیشروی میکرده، به خاطر اینکه اون نقطه ضعف خودش رو بپوشونه. درسته که افکار و ایده های بزرگ اثرگذارن، رهبران بزرگ اثرگذارن، ولی همشون باید در چارچوب جغرافیا فعالیت بکنن و جغرافیا انتخاب های کشورها رو محدود میکنه. جغرافیا مهمترین فاکتور تعیین کننده است در شکل دادن به سیاست خارجی کشورها، چرا که جغرافیا پایدار هست، وجود داره. ممکنه افراد و امیران و کابینه ها و وزیران حتی دیکتاتورها اینا میان و میرن، ولی شرایط جغرافیایی ثابت و پایدار هست. اگر تغییراتی وجود داره این تغییرات خیلی قطعی و کند هست. جغرافیا استدلال نیست، فقط وجود داره. جغرافیا اساسا زیرساخت دنیای انسان رو، امور ایدئولوژیکی انسان، امور سیاسی و اجتماعی انسان رو شکل میده و همینطور گفتم نادیده انگاری جغرافیا به شکست منجر میشه. فرق نمیکنه چه در میدان محیط زیست طبیعی باشه، چه در معیشت باشه، چه در سیاست باشه، چه در کشورداری باشه. هر کشوری، هر حاکمی، هر گروهی که بخواد شرایط جغرافیایی رو نادیده بگیره محکوم به شکست است. عرض کردم در عین حالی که فناوری ها توسعه پیدا کرده، پیشرفت پیدا کرده، ولی شرایط جغرافیایی همچنان مهم و اثرگذار هستند. از توجه شما متشکرم.